هیچ کس فکرشو نمی‌کرد چین میلیاردها دلار خرج کنه تا روی اقیانوس پلی بسازه. اما ساخت و وقتی تموم شد اولین پل در نوع خودش توی جهان. این پل عظیم 43 کیلومتر طول داره و روی خلیج جیاژو در شهر چینگدائو کشیده شده. وقتی افتتاح شد طولانی ترین پل روی آب در کل دنیا بود. حالا جالب اینجاست که زیرش اونقدر فضای خالی هست که یه برج 20 طبقه به راحتی جا میشه. کشتی‌های باری غول‌پیکر با وزن 10,000 تن هم بدون مشکل از زیرش رد میشن. برای ساختنش 450,000 تن فولاد و 2.3 میلیون متر مکعب بتون استفاده شده. یعنی بتونی به اندازه پر کردن بیش از 900 استخر المپیک. و مهمتر از همه این که این پل برای شرایطی ساخته شده که خیلی‌ها حتی فکرش رو هم نمی‌کنن. مقاوم در برابر زلزله 7 ریشتر، مقاوم در برابر طوفان‌های رده 12 و حتی